الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. اللہ تعالی ولی نعمتا و تمام نعمتها از جانب پروردگاران. هرچه ما داریم و آنچه که آبا و اجداد ما داشتن، گذشتگان داشتن، آنچه که آیندگان خواهند داشت، همه این نعمت ها به پروردگار برمیگردد، به الله تعالی برمیگردد. هیچ موجودات در دنیا وجود نداره که به نیاز از پروردگار باشد. چرا همه آنچه که جهانیان دارند از آن الله تعالی هست، عطای الله تعالی و داد الله تعالی هست و الله هست که همه چیز را می دهد. ولذا وقتی که همین انسان که تمام نعمتش از پروردگار است، وقتی که با ضرر دچار می شود، الله تعالی می فرماید چون متضرر می شوید خدا را فریاد می کنید، الله را داد می زنید، به الله رجوع می کنید. این تعلیم فطرت است. فطرت در انسان و همه موجودات جهان و عالم آنه که همه محتاج پروردگارند. هیچ چیز اینجا نیست که از خدا به نیاز باشه، برای وجودش محتاج خدای، چرا که وجود همه ما از جانب پروردگار است. بقای هر موجود به الله تعالی است. همه جهان و همه عالم، جن و فرشتگان و انس، همه متکی به الله تعالی، محتاج به الله و همه برای بقایشون، برای ادامه حیاتشون، برای زندگیشون محتاجند به الله تعالی. ولذا الله تعالی را نباید در هیچ شرایط ما فراموش کنیم، الله تعالی را داشته باشیم و مهم آنه که ما تلاش کنیم که اعمال را اصلاح کنیم. مشکلات هایی که بشر با آن روبرو می شود، چالش هایی که بر سر راه ما و همه انسانیت هست در زندگی،
با اعمال انسان ارتباط پیدا میکنه و با اعمال انسان ارتباط داره، مرتبط با اعمال انسان. و روی این اصلاح اعمال، توجه الی الله و توکل بر الله تعالی، اعتماد بر الله که مسبب الاسباب، اسباب را فراهم میکنند، اسباب نجات را، اسباب سعادت را، اسباب موفقیت و کامیابی را، و سبب سوز هم هستند که اسباب را می سوزند. اسباب فراهمه ولی اثری پیدا نمیشه. گاهی مریض که نیاز به دوا داره، دوا مصرف میکنه و سالم میشود. وقت اراده الله باشه، خدا بخواهد. و چه بسا مریضان که دوا میخورند و سالم نمیشوند، دوا اثر نمیکند. لحظه او ذات یگانه که همه جهان مدیریت میکند، همه را میبیند و دردشون را میدانه و حالاتشون را میدانه. نیاز هست، این در فطرت انسان هاست و فطرت های بیدار است، فطرت های خوابیدن که بروز میکنند و ظهور میکنند و ظاهر میشوند که انسان نیاز به رب داره، انسان نیاز به پروردگار داره. کسانی که الله را هیچ باور ندارن و قبول ندارن الله تعالی را، وقتی که تحت فشار قرار میگیرند خدا را یاد میکنند. این همون فطرته. فطرت بروز میکنه، فطرت غلبه میکنه، فطرت بر انسان که محتاج کسی هست و نیازمنده. ذات یگانه پروردگاره، مالک الملک و پادشاه دنیا و آخرت و همه جهانه. و لہذا عزیزان الله را داشته باشیم، الله را همیشه یاد کنیم. الله در زندگی ما باشه، زندگی فردی ما، خانوادگی ما، اجتماعی ما، هر جا هستیم خدا را با زبان و خدا را با در دل و خدا را در دعاهایمون، در فریادهایمون الله را یاد کنیم که همه عزت و ذلت در دست الله است، سعادت بشر در دست الله است. و قرآن که تلاوت بکنید، قرآن میگه همه چیز در دست خدای عز و جل. هرچه که الله اراده بکند، مشیت الله تعالی باشه، خواست الله تعالی باشد، انجام میگیره. و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. واذکر ربک اذا نسیت. الله تعالی به حبیبش، به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین و به همه انسان همی فرمایند که شما وقتی الله را فراموش کردید، نام خدا را یاد کنید. خدا را باید همیشه یاد کرد. با خدا بود. انسانی که صداقت داره، امانتداری داره، انسانی با خدایی است. انسانی که برای دیگران حقوق قائله، ارزش قائله، این انسان با خدا است. انسانی که همه انسانها را حرمت میگذاره و برای تمام انسانها حرمت قائله، حق قائله، حقوق رعایت میکنه. انسان منصف که در نفسش انصاف داره، فی نفسهی منصفه،
این انسان که در فکر دیگرانه، برای دیگران دل می سوزه، برای منافع دیگران فکر می کند، این انسان با خدایی است. انسانی که کار خلاف نمی کند، آنچه که الله تعالی من کرده، حرام قرار داده، دوری می کنه، از الله فرمان میبره و اطاعت میکنه، با خدا رابطه قلبی و تعلق داره، خدا را میشناسه. انسان با خدایی است. الله با کسانی است که خدا را رعایت میکنند، مراعات میکنند، دستورات الله تعالی را مراعات میکنند، حقوق انسانها را، و انسانهایی که منصفن، انصاف در اونها هست، الله تعالی با اونها است. الله با انسانی که در حق دیگران ظلم بکنه و حقوق دیگران از زیر پا بگذاره، به مال مردم رحم نکنه، به جان مردم رحم نکنه، به آبروی انسان رحم نکنه، ترحم داشتن باشه، الله تعالی با او نیست. الله با او انسانه که خدا را باور نداره، قبول نداره، اطاعت نمی کنه از الله تعالی، الله تعالی با او نیست. و در هر شرایط و همه شرایط، در تمام سختی ها، آسانی ها، خوبی ها، خدا را فراموش نکنیم که خدا ولی نعمت همه ما هست و خدا عزوجل به بندگان نظر لطف داره، مرحمت داره و توجه داره به بندگان. تمام حالات بندگان هم میبینه. اگر بنده با مشکلات مواجه بشود، خدا میبینه. اگر بر بندگان ظلم روا داشته بشود، الله میبینه و الله رسیدگی میکنه. و از خدا نباید کسی بدبین باشه و بدبینی از خدا این وسوسه شیطان وسوسه میاره و گاه انسان نسبت به الله تعالی قضاوت های بازی میکنند و این قضاوت ها عاقلانه نیست و این قضاوت ها منطقی نیست، درست نیست. نسبت به الله خوشبین باشیم که مشکلات الله بر میداری از سر ما، از سر جامعه، از سر همه دنیا و گره ها را باز میکنه، مشکلات ها را حل میکنه. ولی ما تلاش کنیم که خدا را داشته باشیم، خدا را یاد کنیم و از خدا غافل نباشیم، خدا را فراموش نکنیم. وساوس انسانهای که سطحی فکر میکنن و وساوس شیطان از دلمون دور کنیم و الله تعالی همه ما را توفیق بده که در همه حال الله را داشته باشیم، چشمایمون حفاظت کنیم، گوشهایمون حفاظت کنیم، زبانمون حفاظت کنیم، تمام بدنمون حفاظت کنیم از این که ما نسبت به کسی ظلم بکنیم، الله را نافرمانی بکنیم، به بدی کسی را نگاه کنیم و به مال مردم، به حیثیت مردم، به آبروی مردم و از مردم آزاری و دوری بکنیم. والله ما را توفیق بده و رجوع الی الله، توجه الی الله و فریاد زدن الله تعالی تمام مشکلات حل میکنه و الله تعالی مشکلات را از سر همه ملت ایران، همه مردم دنیا الله تعالی برطرف کند و رفع کند. والله قادر و دست پروردگار است.
اخیراً به هر حال در کشور ما مشکلات پیش آمد و بعد از این که به هر حال دلار خیلی بالا رفت و تومان پول ایرانی اعتبار و ارزشش از دست داد و کسب و کار را با چالش مواجه کرد، زندگی را با چالش مواجه کرد، تورم، گرانی، بالاخره بسیار به حد و بیمار شد و از کنترل خارج بود و برای مردم سخت شد، هم به کسب و کار و تجارت و تمام زندگی، صنعت و همه قسمت ها ضربه وارد شد و به زندگی ضربه وارد شد. به هر حال اعتراضات شکل گرفت و اول برای همین بود، درسته. بعد چون مدتای مدیدی است که مردم ایران با مشکلات اقتصادی معیشتی مواجه هستند و مشکلات های گوناگون و اینها را با سیاست مرتبط می‌دانند و با کل اداره کشور و مدیریت کشور مرتبط می‌دانند، به هر حال این اعتراضات گسترش پیدا کرد و بر مدیران کشور اعتراض شد و در هر صورت مردم در تنگنان، مردم در مشکلات بودند و این مسائل مشکلات فریاد زدند و اعتراضات کردند و به هر حال یک سری اتفاقات پیش آمد که بسیار واقعا ناگوار بود و آنچه که نباید بشود انجام گرفت و توی دنیا مرسوم هست که بسیاری علی دنیا اعتراضات هست و اعتراضات گاهی به خشونت هم میکشه و به اغتشاش هم کشیده شده توی دنیا، ولی بالاخره راه برای کنترل اینو راههای بین المللی وجود داره و گلوله های پلاستیکی مبارزه میکنن و آب میپاشند سر و متظاهرین که بخوان متفرق کنن، گاز اشکاور استفاده میکنن و توی دنیا اینا مرسومن و اگر کشته هایم پیش بیاید معدود و انگشت شمارن که اتفاقات پیش بیاید و در همه دنیای امروز که بالاخره بیداری در میان مردم آمده و همه جا حقوق مطالبه میکنن و بالاخره رایش همینه. حتی اونایی که براندازن و میخوان یک حکومت را ساکت کنن هم بالاخره از راههای متعارف مبارزه میکنن. بازداشتی هست، دیگه مسائل هست و بالاخره زدن مردم و کشتن مردم این چیزی است که در همه دنیا از اجتناب میکنن. متاسفانه در گذشته هم در کشور ما اتفاقات سنگینی پیش آمد. در 98 در 401 هم اتفاقات پیش تلفات داشتیم و کشته بود، ولی این بار کشته ها خیلی زیاد شده و زیاد انسانای زیادی کشته شد و چیزی که اصلا در تصور نمی گنجد و چیزی که واقعا همه دنیا را حیرت زده کرد
و خود مردم ایران حیرت زده شدند که بالاخره بی اندازه انسان کشته بشه که حالا آمار در حال اضافه شدن هست و هزاران نفر کشته شده و آمار در حال بعض خیلی رقمهای زیاده را ذکر میکنند که در این حادثه اخیر و خیزش اخیر این تلفات واقع شده و مردم کشته شدند. این مردم ایرانند و اینها خارجی نیستند، وابسته هم به خارج نیستند. ممکنه خارجی ها برای منافع خود حمایت کنند از اینها، ولی اصل اینه که مردم ایرانند دچار مشکل بودند، دچار پریشانی اند. از مدتها اعتراضات هست و توی دنیا مرسوم همینه که وقتی ناراضگی بیاید اعتراضات می نشینن، با اونها صحبت میکنن، حرفشون را میشنوند و اگر اونها خواسته دارن خواستهشون را برآورد میکنن، نیاز باشه حکومت خودشون را تغییر میدن به نفع مردم در جهت برآورده ساختن خواسته های اونها. و اگر نیازی به بالاخره به هر صورت بیفته، اون نیاز سعی میکنن که مردم راضی بکنن، گفتگو میکنن و این در همه دنیا همین مرسومه که با گفتگو، با شنیدن حرف طرف مسائل را با درایت و دوراندیشی و دلسوزی حل میکنن. و بهرحال این مسئله به این صورت نشده. مدت خیرخواهان حرف زدن. بنده مدت قبل گفتن که کشور ما هم با بنبست اقتصادی و سیاسی مطلق مواجه است و هشدار دادم همیشه، دل سوزانه بود و بعضی از مسئولان گفتن که شما مردم ناامید میکنید. اعتراض با این حرفا گفته بودن، گفتن نه، من منظورم ناامید کردن مردم نیست، منظور بانه که مسئولان به جنبند، تصمیم گیرندگان و چاره برای اقتصاد که وابسته به سیاست هست و گره خورده با سیاست و تغییرات در سیاست، به هر حال بیاندیشن که مشکلات حل بشه. و لحظه دلسوزان قبلا این فریاد زدن و هشدار دادن که مقصد نداشتن و متاسفانه بر این فکری نشد و الان به هر حال این ضایعات سنگین پیش آمد که الله تعالی خودش خیر بیاره و خودش ترحم بکنه و مشکلات ها را الله تعالی حل کنه. و این یک چیزی است که به هر حال همه ملت ایران فعل مبهوت کرده و همه نگرانند، همه پریشانند، چرا که نه مردم ایرانند، ملت ایرانند و این همه زن و این همه مرد و بسیاری کودک و نوجوانند که جان خود را از دست دادند و رقم بسیار بالاست و سنگینه و ضایعات هم سنگینی داره، نقصان فراوانی داره و این به دین گریزی متاسفانه ایجاد میکنه و بسیاری از دین بدبین میشوند و از دین فرار میکنند و برای خود مذهب هم ضایعات و تلفات سنگینی داره. و در صورت این همه اندیشمندان و صاحبان فکر و صاحبان نظر مسئولیت دارن، هر کسی که به هر حال حرف بزنن، به میدان بیاین و صحبت کنن و چاراندیشی بکنن. و بسیار توی دنیا است که
وقتی که بالاخره با بنبست گیر میکنن، بسیاری از مسئولان کنار میروند برای خاطر مردم، ولی نمیگذارند که تلفات انجام بگیره. و ضایعات دیگر همینه که در سطح دنیا به هر حال نگاه میکنن به مردم ایران و چه قضاوت میکنن نسبت به ما، نسبت به هر حال مردم چه قضاوت میکنن، نسبت به مسئولان چه قضاوت میشود و اینها جای فکر وجود داره. و وقتی ما به سیره آن حضرت برمیگردیم، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را گفتن که همین منافقین بسیاری به اعتقاد بودن که منافقین جاسوسی میکنن، دشمن تحریک میکنن، به نام مسلمان هم مسلمان نبودن و اینها ضایعات دارن برای جهان اسلام. و از آن حضرت صلی الله علیه وسلم خواستن که شما اینها را قتل کنید، دستور بدید منافقین کشته بشن. عددشون هم زیاد نبود، ولی آن حضرت فرمودن نه، من اگه این کار بکنم میگویند که محمد مردم خودش را میکشه و جهانیان بر من اعتماد نمیکنن و اعتماد خود را از دست میدن. و ببین چه سیاست بزرگ که آن حضرت یکی از منافقین نبود. تازه منافقین وقتی که میمردن، در رئیس منافقین عبدالله بن ابی بن سلول را آن حضرت خود جنازه خواندند و با تقاضای فرزندش که مخلص بود، مؤمن مخلص بود، آن حضرت درخواست کرد که شما جامعه خودت را به تن عبدالله بدید که ایشون به عذاب گرفتار نشوند. آن حضرت جامعه خود را کشیدند، به تن او دادند. و چه ترحمی بود. او روز بود که او وقت بود که بسیاری از منافقین توبه کرده از نفاق و در صف مخلصان و صادقان پرداختند. و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه در محاصره قرار گرفت. اونایی که شورشی بودند و اغتشاشگر بودند آمدن در مدینه منوره و مسجد نبی را تصرف کردند و خانه حضرت عثمان محاصره کردند. صحابه گفتند که ما اجازه خواستند، اینجا مجاهدین هم از مدینه منوره از مجاهدین پر بود، گفتند که این یک روز کلک اینها را میکنند. اما حضرت عثمان گفت که در شهر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم من راضی نیستم که اینجا خون ریخته بشه و لحاظا من فتنه درست بشه. و به هر حال بین صحبت شد و حضرت عثمان فرمودن که خواسته اونا را من حاضرم قبول بکنم و دلایل خود را بیارند، دو طرف صحبت کنند و قانع کنم ما را، همه خواسته اونا را حاضر بپذیره. ولی اونها نه، اونها ادامه دادن تا اینکه حضرت عثمان داخل خانه کسان از دیوال پریدند و دروازه ها فرزندان حضرت علی ایستاده بودند، دیگه صحابه ایستاده بودند، از دروازه از دیوار پریدند، داخل آمدند و حضرت عثمان شهید کردند. قرآن تلاوت میکرد، سر قرآن گردن حضرت عثمان زدند و این خلیفت المسلمین که امیر المؤمنین بود حضرت عثمان نگذاشت که از بینی کسی خون بیاید و راضی نشد به این. و به هر حال ما امیدواریم که الله تعالی رسیدگی بکنه و مشکلات ها را همه الله تعالی که حل میکنه و ما به الله تعالی توکل کنیم، مردم به الله تعالی رجوع کنند و در هر صورت اسباب هم هستند که اسباب هم نباید ما فراموش کنیم و هم خدا را نباید فراموش کرد.
ما امیدواریم که الله تعالی اینایی که کشته شدن، بهرحال الله تعالی اینها را، مردم ایران که کشته شدند و ایرانیان هم، الله تعالی اینها را رفع درجات عنایت کنه و بازماندگان الله جو صبر بده و مجروحان الله شفا بدهد و جدا میخواهیم، این خواسته من نیست، خواسته همه مردمه که آنایی که بازداشت شده، هزاران نفر بازداشت شده و اینها را آزاد کنند. و باز هم من خواسته گذشته خود را تکرار میکنم که زندانهای سیاسی را هم آزاد کنید و بهرحال با اینها ببینید که صحبتشون چیه و با اونها گفتگو کنید و توصیه بندانه که اینترنت ها به هر حال جاری کنید توی کشور و اینترنت از مدتی است که قطعه و کارشناسان، بعضی از کارشناسان خود صدا و سیما برآورد کردند که روزانه 3000 میلیارد ضرر قطع اینترنت، چرا که امروز در هر کشوری باشه، مخصوصا کشور ایران که تمام اینجا کسب و کار با همه اینترنت هست و وقتی که اینترنت نباشه بازاری نخواهد بود، کسب و کاری نخواهد بود، تجارت نخواهد بود. لازم که اینترنت واصل کنید و قطع اینترنت برای مملکت و برای کشور و ملت برای همه ضرر و زیان سنگین و غیر قابل جبران داره. این وظیفه همه دولت‌های دنیای که بهرحال دولت‌های دنیا به خواسته های مردم توجه کنند، حرف مردم بشنوند و برای حل مشکلات مردم به هر حال حرف اونها را بشنوند، با اونها صحبت کنند و مسائل مردم حل بکنند. الله تعالی توفیق عنایت بکنه و مشکلات را الله تعالی حل بکنه و رحمت و برکاتش را بر همه ما گسترش بده و برای هیچ دولتی از دنیا مناسب نیست که با مردمش به خشونت برخورد بکنه و به هر حال مردمش را در نظر بگیره.